الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دهم از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکمی بغیر ما انزل الله است. پس برادرانم و خواهران عزیزم، در حلقه گذشته به شما بیان نمودیم که از نازل شدن حکم الله چه مقصدهای وجود دارد که همه اش خیر است و همه اش برای نجات ما و شما انسان هاست و همه اش برای عزت اهل ایمان و توحید است. بله، هر کسی که حکم شریعت را ترک می کند، هر یک قومی که هر یک ملتی که خودش را مسلمان می گوید و حکم شریعت را ترک می کند، بیشک به مصیبت های زیاده، به فساد زیاده گرفتار خواهد شد. این امت شکسته خواهد شد، شرمنده و شرمسار و خوار و ذلیل در نزد کفار خواهد گشت زمانی که حکم الله را تطبیق نکرد. چگونه که امروز میبینیم این کفار تمام سرزمین هایی که مسلمان ها در اونجا حکم به حکم الله و رسول میکردند و 1400 سال در اونجا حکم الله و رسولش تطبیق میشد، در این 100 سال همه را تفریقه کردند، به یک دولتچه های زیاد متفرق کردند و به همه اش حکم الهیده، بیرق الهیده، یعنی پرچمی طاغوتی الهیده، یک حکم طاغوتی الهیده، لشکرهای طاغوتی الهیده ساختند تا که مسلمان ها به هم دیگرش اختلاف داشته باشد، تا که هیچگاه وحدت نباشد و به همه اش قانونهای ضد همدیگری را، قانونهای تشریعهای مردم بشریت ساخته را به نام دموکراتیا، مردم سالاری، یا که به نام علمانی، یا که به مانند لیبرالی وارد کردند که همه اش ساخته یهود، ساخته مشرکین و نصارا و برای نابود کردن عزت اسلام، عزت مؤمنین و موحدین است. والله قسم به الله، کافرها خوب دانستند و فهمیدند که یگانه راهی که مسلمان ها را با همون راه می شود که شکست داد، اونها را به تفریقه وادار کرد، اونها را قوتشان را نابود کرد، انمین نابود کردن حکم الله و رسول است. وقتی که حکم الله و رسول، یعنی حکم شریعت نابود می شود، یگان حکومت نمی ماند که به حکم الله و رسول 100% حکم بکند، در همین حالت وحدت نابود می شود. پس ضررهای به وجود می آید. یکمین ضرری که از نبودن حکم الله، از ترک کردن حکم شریعت به مسلمان ها به وجود می آید، تفریقه، جداگی. بعد از این شکست، بعد از این فساد، مصیبت ها، بعد از این ترس که امروز تمام مؤمنین و موحدین از این کفار مشرکین در حالت ترس و وهم قرار دارند. مؤمنین در همه ترمه ها میبینید که موحدین محبس هستند. تمام علمای اهل سنت و موحدین رو میبینید که محکم کردند. گرسنگی و تشنگی و به عموم به زیر تسلط کفار داخل شدن. امروز در حقیقت کفار امت اسلام را به زیر تسلط خود در آوردند. امت اسلامی که در افریقا هستند، در زیر دست فرانسه و گرمانیا و این جزیره عرب یا گرد و اطرافش بوده رو، بریتانیا و امریکا و یگان دولت مسلمانی را گوید که اگر خودش را مسلمانی گوید او در زیر تصرف و
اشغالگرایانی در زیر تسلط کفار نباشد. این چنین وجودی ندارد. این دولت‌های شناخته شده‌ای که امروز وجود دارد، اگر بگیم از همه نزدیکترینش بیاید بگیم، از همه نزدیکترین که خودش رو میگه که من دولت اسلامی هستم، من دولتی که به قرآن و سنت حکم میکنم، من چخیلی که با مدخلی میگه دولت توحید و سنت میگه دولت توحید میگه، این دولت سعودی العربیه المملکت العربیه سعودی، این دولت کفری، دولت طاغوتی، دولتی که در زیر تسلط کفار وجود دارد. دولت سعودی در زیر تسلطی در اول بریتانیا بود و حالا در زیر تسلط امریکا است. یک قدم بیرون شده نمیتواند. با همراهی کفار فقط کارش مسلمان کشی است. به امریکا میلیاردها پول میدهد، با همراهی امریکا مسلمان ها را میکشد، مجاهدین و مسلمین را. همه این فساد و همه این کمبودی و همه این خواری و زاری به خاطر این است که حکم الله ترک شد و به جای حکم الله حکمی بغیر ما انزل الله تطبیق شد. و امروز این بدبختان، مشرکان، گمراهان، حزبی ها، یک مصیبت دیگری، حزبی ها برآمد شب و روز میگوید که به یهود و نصارا ندا میکند: ای یهود و نصارا، ای مشرکین، ما از شما هستیم، ما لشکران شما هستیم، خواهش میکنیم تمام چیزی که میخواهید، قانونی که شما میگوید ما تطبیق میکنیم، ما را به حکمت مانید، تمام است. و همین اسلام میگند. والله این شرک است و این ردی کفر بالطاغوت، ردی توحید المتابعه، ردی توحید الحاکمیه، ردی الولاء والبراء، ردی توحید یا اعتبار نگرفتن شکننده های اسلام. این جهمی ها، این حزبی ها یگان نفرش خیر برای اسلام نآورد، نمی آورد و اینها مشرکین هستند و ضرر اینها از ضرر کفار دیده بدتر است، برای که مردم مسلمان میداند که یهود و نصارا است، مشرک است، میگه این یهود کافر است. اما این حزبی ها را آدم ها کافر گفته نمیتوانند، نمیدانند، برای که اینها تلبیس دارد، اینها تدلیس میکند و اینها سبحان الله شاگردان شیطان مردم را فریب میدن، میگن که قرآن و سنت اینا اجازت میدهد. قرآن و سنت علمانی، لیبرالی، دموکراتی، کمونیستی، مشرکی، اعوذ بالله، به قرآن و سنت نسبت میدهد که جایز است. میگه این دموکرات میگه به قرآن و سنت هیچ زیادتی ندارد. یعنی معنای سخنت همین است که ای بدبخت لعین، تمام فحش و فاحشه که به گفتنش وقت خود را صرف نمیکنیم، تو میگویی قرآن و سنت همه این فحش و فاحشه رو، همه این مردبازی رو، همه این کثافت و این فسادی رو اقرار میکند. والعیاذ بالله، این سخن کفر است و هر کسی که سخن میگه کافر است و شک در کفرش نیست. سبحان الله، به خاطر کرسی، به خاطر یک خواست هوای خود میخواهد بگوید که الله سبحانه و تعالی و دینش هیچ مخالفت به این هوای هوس کفار و نقشه کشیده اونها ندارد. پس وظیفه ما در مقابل حکم الله، در نسبت حکم الله چی است؟ وظیفه ما این است که اولا ما موحد باشیم، توحید الله را در حکم ثابت بکنیم، اقرار بکنیم و ثابت بکنیم به الله سبحانه و تعالی حکم را و از غیر الله سبحانه و تعالی حکم را انکار بکنیم، رد بکنیم و الله سبحانه و تعالی را در حکم یگانه شماریم و تمام حکم را از جانب الله داریم. یعنی در مسئله حکم موحد باشیم و توحید را آموزیم. این وظیفه ما است ای مؤمنین. وظیفه دوم ما این است که ایمان به حکم الله سبحانه و تعالی بیاریم. سوما تصدیق حکم الله بکنیم، تصدیق بکنیم که حکم الله در حقیقت کامل است و شامل به همه زمان و مکان است. مثل این منافقان و این مرتدان نباشیم که میگویند حکم الله و رسول به این زمان راست نمی آید. یعنی اینها طعنه میزنند الله و رسول را. حکم توی الکگال، حکم توی مشرک نجس، حکم توی مردبازی بگوییم گاموسکسیالیست، حکم توی لعینی دزدی نجسی زیناکار، حکم تو مگر
به این زمان درست می آید. حکم تو مگر بهتر از حکم الله است؟ الله لعنتت کنه ای مشرک. بلکه حکم الله این بهترین حکم در همه زمان و مکان است. پس ما باید رضا به حکم الله باشیم. این وظیفه ما است. به ما واجب است که به حکم الله رضا باشیم. نارضایی نکنیم به مثل بمانند بعضی از مرتدان که میگن حکم الله همه اش خوب است، اما بعضی حکم الله وزنینی هست، بدبختی هست، شقاوت هست، ظلم است. چی میگن؟ میگن که رجم کردن یک زنی شوهردار یا یک مرد زندار اگر زنا کند از نظر اسلام اینا با سنگ زده کشته می شود، سنگسار کرده زده کشته می شود. همه مسلمان ها جمع می شوند، یک کمی زمین می کوبند، همون انسان زن یا مردی که زنا کرده است به همون جا میمونند تا میانش کافی به میمونند. راست میستد از میانش بالا در بیرون، از میانش پایان در درون زمین. همه کسا به سنگ زدن میگیرند تا اینکه میمرد. خواهی بخواه، نخواهی نخواه. قبول کردی و تصدیق کردی و دوست داشتی ایمان آوردی تو موحد شدی، قبول نکردی راضی نشدی تصدیق نکردی تو کفری مشرک هستی. این است شریعت الله. این خیلی نیست که آدم مشرک ها رو بگیم که تو مسلمان هستی. هستن امروز مرتدهایی که خودشون مسلمان میگن اما حکم الله را میگن که بعضیش این ظلم است میگن. بعضی از علمای گمراه شده مرتدین، بعضی از حزبی ها این کار میکنند. پس ما باید رضا به حکم الله باشیم. رضا از دست بریدن، رضا از دره زدن، زیناکار 80 دره، رضا از قصاص، رضا از حرام کرده های الله، رضا بر حرام بر حلال کرده های الله. این خوبسا، این قانون های کفر برآورده که امروز وجود دارد، این دموکرات، گجایش رضا به حکم الله هست. از عادی ترین شروع چیز میکنیم، از عادی ترین چیز شروع بکنید. پرسنت حرام است، دموکرات میگه که حرام نیست، رضا نیست به حرام بودنی پرسنت، رضا نیست. الله میگه که فاذنوا بحرب من الله و رسوله. هر کسی که به ریبا مشغول است و بحث نمیکند اعلان جنگ الله کرده است. اینها میگن باکی نداره. میگن الله میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیکی نکنید، زنا حرام است. اینها میگن که اگر یک مرد و یک زن به هم دیگر راضی باشد هیچ باکی ندارد. الله میگه لواطه مردو به مردان نکنید که این حرام است. رسول الله میگن فقتلوا الفاعل والمفعول به. آدمی مرد باز، کسی که مرد به مرد اعوذ بالله لواطی کرده است، هر دوش رو کشید، فاعل و مفعوله. اینا میگن به دست این مدال میدن، میگن تو زمانوی، یعنی یک مرد خوبی. والعیاذ بالله. جای این حکم علمانی لیبرالی، حکم این بشر ساخته، حکم این سبحان الله این لواطه ها ساخته، جایش رضا به حکم الله است. از اول تا به آخرش رد حکم الله است. از اول تا به آخرش نخواستن حکم الله است، بد دیدن حکم الله است. دموکرات میگه حتی اینقدر بد میبیند مسلمانایی که حجاب های مسلمانان نمیخواد. در کجای دنیا امروز مسلمان ها به عقیده توحیدش آشکار میگردد؟ در هیچ جای. این دروغ است. والله قسم به الله، کسی که در اروپا است رود از اروپایی ها موحدین سوال کند، از امریکایی ها. کسی که در سعودی هست از موحدین سعودی، در کسی که از سوال کنید که در کجای موحد آزاد است؟ در هیچ جای. در هیچ جای. فهمیدن که تو موحد هستی، از تو راضی نیستند. فهمیدن که تو حکم الله را میخواهی، از تو راضی نیستند. الله قبحهم الله، الله نابودشان کند، رسوایشان کند، رویشان را سیاه کند و شرمنده این دنیای آخرت کند. این بنام مسلمان هایی که خودشان را مسلمان میگند و شب و روز کوشش میکنند برای تحقیق حکم غیر الله. خوار و زار کند این مشرکین را که توحید را فهمیدند و قبول نکردند و ضد توحید میجنگند. الله رسوایشان کند و برای مؤمنین و مسلمین حقیقت اینها آشکار کند. چرا که اینها وظیفه خودشون که باید حکم الله را قبول میکردن قبول نکردند. وظیفه ما مسلمان ها این است که یکی از وظیفه‌های دیگری ما قبول حکم الله داشته باشیم. هفتمین وظیفه ما این است که ما انقیاد داشته باشیم، یعنی به حکم های الله عمل بکنیم، التزام داشته باشیم، حکم الله را انتشار بکنیم، تسلیم به حکم الله سبحانه و تعالی بشیم.
آیا صوفی ها امروز حکم به حکم الله انقیاد است، التزام میکند، منتشر میسازد، تسلیم میشود، حکم الله را میخواهد؟ آیا این رمضان کدیروف مشرکی که امروز در کافکاز وجود دارد، پیشوای و امیر بعضی از منافقین، آیا او زیر تسلیم حکم الله شده است، قبول کرده است حکم الله، محبت الله دارد، رضا به حکم الله شده است، تصدیق حکم الله، ایمان به حکم الله، توحید در حکم دارد؟ ندارد. اون کافر مرتد و مشرک است، لشکرش همش لشکر کفار است. پس ای جوان مسلمانی که تو میخواهی به خدمت این مشرکین خدمتگار باشی و در حربی اونها خدمت بکنی، بدان که تو هم اگر دوست داری هم روی مشرک هستی، دیده و دانسته روی مشرک میشی. خدمت کردن در حربی اونها کفر است. سبب کفر بدنش این است که تو در اون لشکری خدمت میکنی که توحید الله را انکار میکنه، توحید حکم را. تو لشکری توحید غیر حکم الله است، یعنی تو لشکری مشرکین در حکم است. آیا این مفتی هایی که در روسیه و تاجیکستان و دیگر منطقه از صوفی ها دیده میشد، آیا خود صوفی ها، آیا خود رافضه ها، جهمی ها در مسئله حکم مدخلی ها، این سبحان الله شاگردان یاسر برهامی، این مرجعه های خوبثا، این حزبی ها، تمام نمود حزبی که به خودش اسلام نسبت بدهد یا نمیدهد، همش طاغوتی است، همش کفری است. حزب نهضت، حزب 24، حزب سبحان الله تحریر، حزب این حماس، حزب اخوان المسلمین، حزب ترکیه، حزب مالزی، حزب کدام حزبی نباشد، همش توحید حکم انکار میکند. حزب تونس همش توحید حکم انکار میکند. صدها بار سخن ذکر کردیم که آشکار از محیدین کبیری مشرک تا دیگر و حزب رئیسی تونس و حزب رئیسی اسلامی مالزی، حزب رئیسی اسلامی ترکیه، همه اش اعلان میکند که ما بیزار اسلام هستیم. یک 3 ماه پیش اردوغان امضا ماند برای این که یعنی اعوذ بالله قوم لوط بیاید به زبان عامه فهمتر بگیم، گلوبای ها، مرد باز ها، یعنی مرد به مرد توی شدنش سبحان الله و به قید گرفته شدنش از نظر حکومت اجازت داد. انا این حزبی ها عاقبت مسلمان ها را به کجا میبرن؟ با میگن که اسلام هیچ باک ندارد، اسلام یک دیگر فهمی است، یک مرد به یک مرد زندگی کند، گلوبایی کند، یک دیگرش فهمد باک. اعوذ بالله این چی دین است؟ دین شما دینی اعوذ بالله دین مشرکین، دین یهود، دین کفار، دین لواطی است. با آمدن بعضی از بدبختان مرجعه باز میگن که اینو مرتد گفتگی خوارج است. والله اگر دیده و دانسته گوید خودت کافر میشی. بمانند حزبی بدبخت لعینی گمراه مشرک محمد اقبال صدرالدین، بمانند یک دیگری جهمی مدارج السالکین، این لقبش در فیسبوک است، نامش محمد عزیز رجبی، جهمیه که شاگرد یاسر برهام است و معروف این حزبی ها، معروف حزبی از خودش در حزب تاجیکستان بود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بعد به مصر آمد و در همون یاسر برهامی درس گرفت و خواهد یا نخواهد همون منهجی حزب النور است. می آید از اردوغان دفاع میکند، از کبیری دفاع میکند. والله میمردی که از رسول الله دفاع بکنی. تو خبیث، الله خارت بکند. در حقیقت بدن انسان میسوزد، قلب انسان میسوزد که اینها بنام طالب علم هستند. اینا طالب علم هستند، اینا صدقه طالب علم، از یگان شیخ اهل سنت اینو تعلیم نگرفتند، از یگان شیخ اهل سنت بلان. اگر تعلیم گرفته باشند هم دروغ است. اینا استادانشون، شیخاشون فقط حزبی است و بدبخت است. اهل سنت رو اینا اصلا قبول ندارند، از سلف امت بیخبرند. اگر در مسئله فقه بناگاه، اگر سلف امت نبارند در مسئله عقیده، در مسئله کفر بالطاغوت، در مسئله الولا و البرا، در مسئله حکم التوحید، در مسئله توحید الحکم، توحید التحاکم، توحید التشریع، اینو اصلا از اهل سنت نیست، اینو جهمی است. پس این وظیفه ما است که این خبیث ها رو بشناسیم، وظیفه ما است که ما به حکم الله حکم بکنیم. هشتمین وظیفه ما این است که عمل به حکم الله بکنیم. البته به قدر استطاعت کوشش بکنیم که حکم الله تطبیق شد و به عمل به حکم الله بکنیم. و باید بدانیم که وظیفه ما
نسبت حکم الله به دو قسم تقسیم میشد: وظیفه یا واجب اعتقادی و واجب عملی. هم اعتقاداً و هم عملاً هم کوشش بکنیم که حکم الله، توحید حکم زنده بشود، تعلیم بگیریم، بیاموزیم و بس در حالت قدرت کمک بکنیم و کوشش بکنیم. و تمام برادرانی که امروز در راه الله جهاد میکنند، اونها وظیفه عملی را انجام داده شدند برای تحکیم حکم الله و جهاد هم به خاطر همین واری شده است. الله سبحانه و تعالی به خاطر همین گفته است: و قاتلوا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. و بجنگ تا اینکه فتنه نشود، یعنی شرک نابود شود. بجنگ تا اینکه فتنه نابود شود. فتنه در اینجا شرک است، حکم غیر الله است، نظام کفری است. بجنگ تا که این چیزها نابود بشود، شرک نابود بشود، مشرکین نابود بشود، قانونهای شرکی نابود شود، تا که دین حکم همش از آن الله بشود. این تفسیر صحابه کرده است. این تفسیر این مرجئه ها، این مدخلی ها، این جهمی ها، این صوفی ها، این رافضه ها نیست. این تفسیر صحابه و تفسیر اهل توحید است. سبحان الله. پس این همه وظیفه‌ای که ذکر کردیم، این واجبیت های من شما است. همه این واجبیت ها باز میگردد به حقیقت ایمان و به شرط های صحت ارکان لا اله الا الله. یعنی یکی از اینها وقتی که ترک شد، حقیقت ایمان نابود می شود. یکی از این وظیفه ها ترک شد، واجبات ها ترک شد، به رکن لا اله الا الله لطمه وارد می کند، به شرط های صحت لا اله الا الله لطمه وارد می کند، انسان را از ایمان به نفاق می برد. پس برادرم و خواهر عزیزم، این است وظیفه ما نسبت حکم الله. ما نباید به فریب این فریفته شدگان، به فریب این لشکران کفار، به فریب این گمراهان و منافقان، به فریب این طاغوت پرستان نافتیم. احتیاط باشیم، زیرک باشیم، برای اینکه اینها روز به روز کوشش میکند که مردم مسلمان ها رو گمراه بکند، به خاطر خودش، به خاطر کرسیش، به خاطر آبرویش. اعتقاد باطنی خود و عمل ظاهری خود را نسبت حکم الله خوب بکنیم. ما خیلی که به شما بیان کردیم در لقاء گذشته، یعنی خیلی که حکم قول است و عمل است و اعتقاد است، حکم قول است و عمل است و اعتقاد است. اعتقاد کردنش یعنی اثبات کردن حکم الله، ایمان آوردن به حکم الله، ایمان آوردن به این که یگانه صاحب حکم این الله است و تصدیق کردن و دوست داشتن و دشمنی و معارضت نکردن، دروغ نشماریدن و هر حکمی که مخالف حکم الله هست اون را رد کردن و انکار کردن و از طاغوت حساب کردن و هر کسی که حاکم به حکم غیر الله هست اون را تکفیر کردن، براءت را اعلان کردن از حکم غیر الله و از اهل حکم غیر الله. این همه اش اعتقاد است. اعتقاد، ما این اعتقاد رو باید داشته باشیم. اعتقاد توحید حکم این رکن است، این رکن اعتقادی در باب حکم است. یعنی همون وقت ما موحد در باب حکم میشیم که اولا رکن اول اعتقادی باطنیمون درست شد، بعد از این اعتقادی ظاهریمون. اعتقاد ظاهریمون رکن دوم، ظاهرا هم عملا هم عملی باید ما حکم الله را قبول بکنیم. یعنی اولا قبول حکم الله داشته باشیم، اطاعت و پابرجا به حکم الله باشیم، متابعت و ملتزم به حکم الله و رسولش باشیم و امتناع از حکم الله نکنیم، اعراض روی نگردانیم، بی‌پروایی از حکم الله نکنیم. از همینجا به وجود می آید، از همینجا فهمیده می شود که در انسان، در یک بنده ایمان حقیقی به وجود نمی آید تا همون زمانی که به حکم الله باطنا و ظاهرا ایمان بیاورد. هم اعتقادا و هم عملا ایمان اگر نآورد او مؤمن نیست. و ایمان به حکم الله هم به وجود نمی آید تا همون زمانی که این دو رکن وجود نمیاد. این رکن اول اعتقادی باطنی و رکن دوم عملی، تصدیق کردن حکم الله، دوست داشتنش، بعد از این پابرجا بودن و پیرو شدن و ملتزم بودنش، که هر دو این رکن هایی که باز میگردد به شروط لا اله الا الله و ارکان لا اله الا الله. هر کسی که حکم الله تصدیق نمیکند، حکم الله دوست نمیدارد، رکن لا اله الا الله، شرط های لا اله الا الله نابود است، کفر بالطاغوتش نابود است. هر کسی که اطاعت، انقیاد، متابعت ندارد، هم رکنش هم
رکن لا اله الا محمد رسول الله و هم شرط های لا اله الا الله نابود شده است. از همین جا باز فهمیده می شود که حکم این حکم الله باید باشد و این توحید است و ایمان است، عملی است، قولی است و اعتقادی است. قبول کرده باید شود حکم الله، باید انقیاد کرده شود، باید توحید داشته باشد به حکم الله، باید ایمان و اعتقاد و تصدیق و محبت به وجود آمده باشد. و این چنین کفر ورزیدن به حکم، کفر ورزیدن به حکم غیر الله یا به حکم الله اعتقادی و عملی هست. وقتی که ما میگیم که اثبات کردن حکم الله هم به اعتقاد اثبات می شود هم به عمل اثبات می شود، این چنین کفر ورزیدن به حکم غیر به حکم الله، بگیم کفر ورزیدن به حکم الله هم اعتقادی می شود، هم عملی می شود، هم قولی می شود که این مرجئه ها بیان کردیم که مذهب مرجئه قبول نمیکند. کفر عملی را اونها قبول نمی کند، کفر قولی را اون مرجئه ها قبول نمی کند، کفر اعتقادی را فقط قبول می کند. از همین جهت حاکمانی که به غیر حکم الله حکم میکنند، این مرجئه های جهمی، خوبسا، لشکران طاغوت پرستان، اینهایی که مصیبت به بالای امت اسلام شدند، حاکمان به غیر ما انزل الله و متحاکم ها که به محکمه غیر شرعی میروند و قانونبرارها و مشرعها را تکفیر نمیکنند. برای من اهل سنت بدانید که همان وقت شما موحد در حکم میشوید که شما هم اعتقادا هم عملا حکم الله را تصدیق کنید و بدانید که یک انسان کافر می شود به اعتقادش نسبت انکار حکم الله به اعتقاد بمانند دروغ شماردن حکم الله، بمانند افضل شماردن غیر حکم الله از حکم الله، بمانند جایز دانستنش، این کفر اعتقادی در حکم الله یا که عملا کافر می شود. عملا چیست؟ یعنی حرکت برای تحقیق حکم غیر الله، یا که عملا آشکارا به قولا میگه که حکم غیر الله هم میخوایم، کوشش میکند، یا که حکم به غیر حکم الله میکند، یا سودی هست، این مشرک است، مشرک عملی در حکم الله سبحانه و تعالی. و این بیان اصلی مسئله هست در مسئله حکم و در مسئله کفر متحکم و در مسئله حاکم به غیر ما انزل الله. انمین است که ما باید فهمیم که ظاهری و باطنی. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده دیگر باقی مانده مسائل رو بیان میکنیم. لیکن شما خوب باید فهمید که ایمان آوردن به حکم الله این هم اعتقادی هست و هم عملی هست و هم قولی، و کفرش هم قولی هم اعتقادی هم عملی میشود که مرجئه ها در مسئله کفرش قولی رو عملی قبول ندارند و مخالف قرآن و سنت و اجماع صحابه عمل میکنند. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.